الله سبحانه و تعالی به نوح و به دیگر پیغمبرها چی وحی داده بود؟ در سوره نحل میگوید ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در حقیقت ما به هر یک امت پیغمبر فرستانیدیم. وظیفه پیغمبرها رسولها چنین بود که آنها میگفتند که ان اعبدوا الله، الله سبحانه و تعالی را یگانه پرستش کنید، یگانه عبادت کنید. و اجتنبوا الطاغوت، و شما از عبادت طاغوت اجتناب ورزید، دوری جویید. طاغوت هر شخصی که از حد خود گذشته است، از حد خود گذشته است، از متبوع و مطاع دعوای پروردگاری کرده است یا راضی شده است که او را همچون پروردگار عبادت و پرستش کنند، یا اینکه سخنهای او مانند سخنهای الله در منبرها گفته شود. یعنی خلاصه در شرح طاغوت می آید. یعنی انسان باید به طاغوت کافر شود و به الله سبحانه و تعالی ایمان بیارد. این سخن را همه پیغمبرها می گفتند. ببینید به این سخن ان اعبدوا الله، الله تعالی را یگانه پرستش کنید، و اجتنبوا الطاغوت، از عبادت طاغوت یعنی از عبادت غیر الله تعالی پرهیز کنید. شرک، توحید.